تصور کنید یک گوشی هوشمند وجود داشته باشه که نیازی به لمس یا صدا نداره و فقط با فکر کردن شما کار میکنه. این دیگه یه داستان علمی تخیلی نیست. این یه تکنولوژی واقعیه. شرکت‌های بزرگی مثل نورالینک دارن روی یه پروژه کار میکنن که میتونه گوشی‌های هوشمند رو مستقیماً به مغز شما وصل کنه. این تکنولوژی میتونه زندگی افرادی که مشکلات جسمانی دارن رو تغییر بده. ولی از طرف دیگه میتونه خطرناک باشه. اگه این اطلاعات توی دست افراد بدمعنی قرار بگیره، میتونه به یه ابزار نظارت تبدیل بشه. فکر کنید یه نفر بتونه بدون اجازه شما داخل ذهنتون سرک بکشه. خب حالا که میگونین که یه گوشی میتونه با ذهن شما کار کنه، به نظرتون این تکنولوژی آینده رو چطور تغییر میده؟ کامنت کنید و نظرتون رو با دانستنی ها در میون بذارید.